عصبانیت دوره طفلی و نورسی آیا آن را پیشگیری کردن ممکن است؟ Duyum seans, seyum seans allakay результат نتیجه نتیجه دیده میتونید. شب دیگر جا مونده خانه میرم. تگی گوشاشو میگیرم خونه میرم. آهسته زبان یافتن چطور؟ البته در دل آنها رو گوش کردن. ما اول آنها رو تشخیص میگذاریم. В это время ребенку нужно оказать вовремя эмоциональную поддержку. Они, чтобы ребенок не проявил свою агрессию, не закричал, не топтался, сразу же берут и покупают. پدر و مادران نیست انامین عصبناک شدن کودکان را پیشگیری کرده میتوانند. مثلا مادر در حالی که خودشون عصبی باشن چه؟ یکم ایمو والدین که کار کردن مادر کار. همون اگریسی خود را با واسطه فرزندانش میگیرد. اما ما انرژی گویم ناآرام ما باید از خودمون دور کنیم. چخیل دادوش گامزدگی کودک برای خیل گامزنن. هم تو میبیاد و مادرش به شین پاچکاش کتی زده 2 ساله بچه